کامیاب شدن امری ساده است. اول تصمیم بگیرید که دقیقاً چی می‌خواهید. بعداً تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوهایتان بهای آن را پرداخت می‌نمایید و سپس همان بها را پرداخت کنید. این سخن قدم‌های رسیدن به موفقیت را با روشی واضح شرح می‌دهد. قدم اول هدفی دقیق داشته باشید. باید عمیق دانید که چی می‌خواهید به دست آورید. مثلا صاحب کاری معین شدن، ثروتمند شدن یا مهارتی خاصی آموختن. قدم دوم، هر هدفی کلان زحمت خود را طلب می‌کند. آماده باشید که برای آن وقت نیرو مهنت و شاید ثروت خود را صرف کنید. قدم سوم، پرداخت آن بها. مثلا اگر یک جوان آرزو دارد که طبیب شود، باید اول قبول کند که برای طبیب شدن سالیانی دراز خواندن، شب زنده‌داری و شاید کم استراحت کردن لازم بیاید. همین ترتیب در صاحبکاری هم هست. تصمیم گیرید چی می‌خواهید، چیزی را قربان کنید، مثلا سرمایه گذاری کردن و عملاً آن چیزها را بخشید. تنها با این 3 قدم موفقیت دسترس می‌شود. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.